سلام و درود و فراوان خدمت هموطنان عزیز، مشتریان گرامی. من پرویز ابراهیمی هستم. در شغل املاک و مستغلات مشغول به فعالیت هستم و میخوام خدمت شما دوست عزیز و همراه گرامی در مورد ملک، خرید ملک و سرمایه گذاری در ملک توضیحاتی رو خدمت شما عرض کنم. دوست عزیز، همراه عزیز، من واقعا قصد به قول معروف اینو ندارم که بخوام همینطوری یه حرفایی رو خدمت شما عرض کنم. واقعا دوستانه، عین برادر، عین در واقع دوست، میخوام خدمت شما توضیحاتی بدم که واقعا بری سمت ملک، جرأت کنید، جسارت کنید و واقعا ملکی که دوست داری بری بخری و یا سرمایه گذاری کنی توش. همراه عزیز، دوست عزیزی که فیلم منو میبینی، تصویر منو میبینی، مشتریای ما 90% مشتریای ما وقتی میان توی املاک واقعا من میبینم که تصمیم نگرفتن، جرأت خریدن ملک رو ندارن و اصلا نمیدونن که قضیه ملک چیه، چه چیزی باید بگیرن، در واقع چقدر سود میخوان بردارن، میخوان نمیخوان. و واقعا کسایی که توی ملک واقعا میخوان سرمایه گذاری کنن میرن با افرادی در واقع مشاوره میکنن، میرن از افرادی به قول معروف برای خودشون الگو برداری میکنن که اصلا توی کار ملک نیستن، اطلاعاتی در مورد ملک ندارن و میان پشیمان میشن و منتظرن یه در واقع عوامل بیرونی رخ بده تا اینا یه حرکتی بکنن، دولت یه تصمیمی بگیره، ملک ارزون بشه، یه جریانی بشه که اینا بتونن ملک مورد نظرشون را یا بخرن یا بفروشن یا سرمایه گذاری کنن. عزیز من، دوست عزیز، کسی که فیلم منو میبینی، قضیه ملک از قدیم الایام، از زمانی که انسان تولد شده برای انسان، چون نیاز اولیه تمام انسان‌ها در کره زمین خونه است، آپارتمان، زمینه، باید بگیره، بسازه، درست کنه یا آمادهش رو بخره. پس ملک تا هیچ وقت، تا زمانی که انسان در کره زمین هست و کره زمین وجود داره، نیاز اولیه انسان ملک. عزیز من، نیاز اولیه همه ما ملکه. باید خونه داشته باشیم، باید آپارتمان داشته باشیم و ملک واقعا گزینه خیلی خیلی خوبیه برای سرمایه گذاری. ملک واقعا گزینه خیلی فوق‌العاده‌ایه برای سرمایه گذاری. یه کارمند، به قول معروف یه کارگر، افرادی که 10-20 تومن در ماه درآمد دارن، 100 سال تلاش کنن شبانه روز، واقعا نمیتونن به قول معروف به اندازه یک ملک 10 میلیاردی به قول معروف اینا پول جمع کنن یا سرمایه برای خودشون داشته باشن. واقعا ملک یه چیزیه که باید به سمتش بری، باید واقعا در ملک سرمایه گذاری کنی. اگه جسارت نداری، اگه جرأت نداری، اگه واقعا نمیتونی یا اصلا اطلاعات نداری در مورد اینجور چیزا، میگی آقا میرم مثلا نمیشه، راهنما نیست، کمکم نمیکنن، پولم خراب میشه، ولش کن، میرم ماشین میخرم، میرم توی طلا. نمیگم نرید، ماشین خوبه، طلا خوبه، بورس خوبه، خیلی چیزا هستن الان. اما واقعا من چون تخصصم توی ملکه، من 10-15 سال حداقل توی ملک به قول معروف به عنوان پیمانکار من کار کردم. به عنوان پیمانکار من کار کردم، به عنوانی که خودم
چند تا ویلا واقعا خریدم، بازسازی کردم، چقدر سود قشنگی داره، چقدر مثلا در کمترین زمان تونستم واقعا سود خوبی بگیرم. خونه گرفتم، خونه قدیمی، هیچ کس اصلا نگاش نمی‌کرد خونه رو، من گرفتم بازسازیش کردم خونه رو. بعد 20 روز املاکی با من تماس گرفت، گفت آقا مشتری هست و اولین مشتری اومد ملک رو خرید. به خاطر اینکه من رفتم بازسازی کردم، یه کارایی کردم که واقعا طرف وقتی می اومد توی ملک داخل خونه واقعا میدید که اتفاقی اینجا افتاده، یعنی یه ملک درست حسابی دارم میگیرم من حقیقتش. به خاطر همون میخوام بگم واقعا ملک یه چیزیه که باید توش سرمایه گذاری کنی. همراه عزیز، دوست عزیزی که داری تصویر منو میبینی، بنابراین به شما پیشنهاد میکنم دوستان عزیز، امروز توی این ویدیو میخوام در مورد خرید خونه یا برای سرمایه گذاری یا برای زندگی کردن استفاده خودتون هیچ فرقی نمیکنه. اگه میخواین خونه بگیرین در هر جایی که هستی، هر شهری، هر جای جهان که هستی، واقعا اگر میخوای خونه بگیری، خونه ویلایی در واقع 2 طبقه، معمولا 1 طبقه 2 طبقه میشه، بخوای بگیری و زندگی کنی یا سرمایه گذاری کنی، اولین کاری که باید بکنی اینه که دقت کن ببین چه منطقه‌ای میخوای خونه بخری. واقعا تحقیق کن ببین منطقه‌ای که میخوای خونه بخری خرید فروش اونجا چجوریه، خونه هاش اکثرا قدیمیه، جدیده، زیاد آپارتمان اونجا میسازن، بعد کلا منطقه ویلایی چجوریه قضیه، اونا رو باید کلا تحقیق کنی و خودت در واقع اگه سرت میشه تحقیق کن، اگه نمیدونی از یکی باید در واقع راهنمایی بگیری، مشاوره بده بهت. بعدش منطقه رو شناسایی کردی، دیدی ملکی که واقعا آره میخوای تو این منطقه خوبه برای سرمایه گذاری کردن، من یه ملکی میخوام بگیرم تو این منطقه مثلا 8 میلیارد، 1 میلیاردم بهش هزینه میکنم، میفروشم 11 میلیارد 12 میلیارد، بعد 40%، 30%، 20% حداقل سود ازش برمیدارم. باید اینو بدونی، باید سندش حتما سند داشته باشه ملک، یعنی ملکی که بالای 7 میلیارد 8 میلیارد حوالی 10 میلیارد به بالا باشه، حتما باید خیلی کنجکاو باشی که ملک سند داشته باشه، چون ملک قولنامه‌ای خب یه ذره همه واقعا نمیان سمتش. بعضی ملک‌ها اصلا قولنامه‌ای بهشون در واقع توی مجوز دادن برای ساخت و ساز اذیت میشه مردم، بعضیا توی کارهای اداریش یه ذره مشکل، واقعا با مشکل مواجه میشن عزیزان، مشتریان عزیز، چون نمیتونی از ثبت استعلام بگیری، از شهرداری از بعضی جاها نمیتونی در مورد اون در واقع استعلام بگیری، به خاطر همون با سند میتونی بری ثبت، میتونی بری در واقع داراییش هم میتونی در بیاری، میتونی بری ثبت ببینی اصلا چجوریه قضیه، اونجا استعلامات انجام بشه، به اسم کیه در واقع، توقیف هست نیست سند، چجوریه قضیه. بعد معمولا سندها که اگه توقیف باشه، اگه مشکلی برای سند پیش بیاد، توی چند دقیقه اداره ثبت اونو در میاره، به اسم کیه، به اسم چند نفر سند، بعد چجوریه قضیه که اونجا مشخص میشه. ولی قولنامه قضیهش یه ذره فرق میکنه، به خاطر اینکه قولنامه دیگه ثبت اینا واقعا نمیتونن در مورد قولنامه، باید تحقیقات محلی، استعلام محلی بگیری که از همسایه ها، از منطقه که چجوریه مثلا ملک درسته، به قول معروف مشکلی نداره، اختلافی بین خانواده ها پیش میاد واقعا توی قولنامه ها، واقعا میرن مثلا بعضیا با خانوادهشون مشکل دارن، میرن توقیف اموال براشون میگیرن، میان معامله میکنن ملک قولنامه‌ای و بعد 20 روز 1 ماه در واقع کسی که خریده به نام خریداره دیگه
رفته توش زندگی میکنه یا قراره که بره اونجا، میان توقیف میکنن ملکو. این طرف واقعا به دردسر میفته. میره مثلا 1 سال باید منتظر باشه تا رأی بده قاضی و دادگاه بیاد اینو تا ثابت کنه که مثلا من آقا بعدن خریدم، اینجوری بده اونجوری بده. حواستون باشه که در واقع وقتی ملک قولنامه‌ای میخواین بخرین، یه ذره خیلی باید تحقیق کنین، یه ذره کنجکاو باشین، از همسایه نزدیک، از فامیل نزدیکش بپرسین ببینین. اگه مشکلی نیست در واقع طوری که خدمتتون عرض کردم برید خریدتون رو انجام بدید. بعدش حتما کوچه نباید زیر 10 متر باشه، یعنی ملکی که میخوایم بگیرین حتما باید کوچش 10 یا 12 به بالا باشه، به خاطر اینکه الان ملکای قدیمی رو وقتی میخوای در واقع بری مجوز بگیری که بسازی یا آپارتمان بسازی یا در واقع خونه ویلایی بسازی فرق نمیکنه. در مورد دادن مجوز کوچه اگه 10 متر یا 10 به بالا باشه، 12 14 باشه، 4-5 طبقه بالای پیلوت یا با پیلوت مجوز میتونی بگیری. ولی کمتر از 10 باشه واقعا نمیدن مجوز، میان 3 طبقه میدن، 2 طبقه میدن، بالای پیلوت 2 طبقه میدن و اذیت میشه مشتری، اذیت میشه. بعد اینکه معامله‌اش رو دیگه انجام داده اومده توی این کوچه. حالا کوچه های 8 متری بازم حالا یه ذره بهتره که من توصیه میکنم هیچ وقت کوچه 8 متری هم نخرید. هیچ ملکی، آپارتمان باشه در واقع، خونه باشه، زمین باشه، هیچ وقت در کوچه 8 متری یا 8 متر به پایین تر، 6 متری که اصلا صحبتشو نکن. نخرید آقا، عزیز من، دوست من، نخرید. ملک میمونه دستتون، نمیخرن. بعد تو اگه بخوای بفروشی، تازه برای استفاده خودت هم بخوای اون خونه رو بگیری و 2 سال 3 سال توش زندگی کنی، بعد این که در واقع تو میخوای بخری، در واقع ببخشید تو بخوای بفروشی بری یا معاوضه کنی، بخوای یه منطقه بهتر بری، یه ذره پول دستت اومده میخوای عوضش کنی، واقعا نمیخرن. به خاطر کوچهش نمیخرن. ارزش ملک و میاره پایین. کوچه کوچیک باشه، بنبست باشه، در واقع ساخت کوچه، بافت کوچه یه ذره قدیمی باشه، واقعا ساخت بافت منطقه اگه هم نواخت نباشه، واقعا ارزش ملک میاد پایین، کسی نمیخره. دقت کنید عزیزان. بعدش در مورد خونه باید سال ساختش رو ببینید، مثلا برای کیه. مثلا تا 30 سال مشکلی نداره. خونه ای که عمرش تا 30 ساله معمولا میتونی بازسازی کنی. چه برای سرمایه گذاری بخوای که سودش خوب میشه، در واقع سود خوبی میتونی برداری، چه برای مصرف خودت. در هر حال در واقع عرضم به حضور شما که باید دقت کنید عمر خونه از 30 سال بیشتر نباشه، کمتر از 30 سال باشه، جوانتر هم باشه مشکلی نداره. خیلی باید دقت کنی. یک نفر واقعا یک استاد، یک کسی که مهارت داره، کسی که واقعا در واقع از مصالح ملک، از مصالح ساختمان سر در میاره، حتما باید یه نفر همراهت باشه، ببینه منطقه رو، ببینه ملکو که در واقع قابلیت بازسازی داشته باشه که با خیال راحت بری بازسازی کنی و یه ملک خوب داری، یه ملک درست حسابی داری دستت و میتونی اونجا زندگی کنی. عرضم به حضور شما که بعد اینکه بازسازی کردین دیگه میتونین یا توش زندگی کنین یا برای فروش اگه میخوای که درست حسابی باید بازسازی کنی. واقعا 0 تا 100 باید ملک رو بازسازی کنی. عزیزای من،
در مورد خونه تا چیزایی که میدونستم خدمت شما عرض کردم. در ویدیوهای بعدی در مورد آپارتمان، زمین و هر چیزی که در مورد ملک لازم باشه من ویدیو میذارم خدمتتون و کمک میکنم ملکی که دوست دارین بخرین و انشالله توش لذت ببرید و در مورد سرمایه گذاری موفق، مؤید و سربلند باشید. یادتون نره یوتیوبمون را سابسکرایب کنید و پیجمون را دنبال کنید و برای آشنایی بیشتر با ما به تلگراممون پیام بدید. خدا نگهدار شما. ممنونم از شما که ما را تحمل کردین.